عید گفته گشته ها؟ برای چی گفتنی؟ عید قربان آمد و در کعبه حج اکبر است. دوست را تبریک نمودن سنت پیامبر است. دوستان عزیز و مهربان، برادرایی که از چشم دور به دل نزدیک هستین، عید سعید قربان برای یکی شما مبارک باشد. برای هر یک نفر مسلمان، هر یک فرد مسلمان، هر یک مرد و زن مسلمان، بالخصوص برای هر یک خواهر و مادر و یار و برادر تاجیک زبان تبریک و تهنیت گفته برای همگی شما از درگاه خداوند خویش تمنا و طلب دارم که خانه آباد و سربلند و تنصیحت باشید. و اینچنین در حق سردار دولت، راهبر کشور محترم جناب عالی دعاگو هستیم که پروردگار را از فرصت‌های مناسب استفاده برده خداوند پدر و مادر شما را غریق رحمت شایسته جنت بگرداند. برای این گونه فرزند فرزانه با وجود آوردن و در این ملت تاجیک که سالهای طولانی است که خدمت‌های صادقانه میکنین، خداوند شما و اهل فرزندای شما را خدا در پناه عصمت خویش زیری لوا و الحمد خدا نگه دارد. و تمام دولتچویی که در خدمت دولت هستند، شاید یگان نفرش همین نوار ما را میبیند. خب خداوند مهربان شما را همیشه بخت و سعادت، خانه آباد، تن صحت، فرزندای صالح و صالحه و خداوند مهربان همیشه سربلند و آبرومند نگه دارد. و برادرای عزیز، در آخر همین نوار میرا گفتنی هستم که برادرای محترم، در شهر نوسیبیرسک، برادرای عزیز، در شهر سیبیر، یعنی پگاه یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، 3 روز دیگه باقی مونده است برادرای عزیز. 3 روز حسابی. در دوام همین 3 روز دیگه برادرای عزیز، در ماه جمعه фитабочка до намуд масаж банкашаи хидмон خلاصه یک گله خدمت رسانی به نوع 2000 روبل است برادرای عزیز. حرکت کنین، دریو کنین. خیلی دیگه چی بگم، بازم آمد عید سعید فیتر رو برای هر یکی شما تبریک و تهنیت گفته از درگاه خداوند حنون برای همگی شما، بالخصوص برای وطن عزیز، برای جمهوری تاجیکستان، برای تاجیکستانی عزیز، خداوند همیشه گلگل شکوفان باشد و همیشه همین صلح و آرام، همین خیل امنیت و وحدانیت در بین ما و شما خداوند جاری باشد. خانه آباد و سربلند باشین. بازم عید همتان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.